آیا می دانستید در استان گلستان شهرستان کردکو در گرگان زمین شهری باستانی و فراموش شده‌ای به نام تمیشه وجود داشته؟ در زمانهای بسیار دور ایران به چنگ ضحاک ماردوش افتاده بود. پادشاهی ستمگر و تاریک سرشت که هر روز جوانان ایران را به قتل می‌رساند و سایه وحشت بر کشور گسترده بود. اما روزی کاوه آهنگر نماد آزادی و دادخواهی به پا خاست. مردم را با فریادش بیدار کرد و ندای اعتراض برای آزادی ایران زمین سر داد. در همان هنگام فریدون فرزند فرانک و از تبار جمشید که سالها در رشته کوه البرز از دست ضحاک پنهان شده بود، گرز گاوسر خود را به دست گرفت و سپاهی از دلیران ایرانی گرد آورد. کاوه آهنگر و فریدون جنگجو به هم می‌پیوندند تا با ضحاک مقابله کنند و امید را در دل مردمی که سالها تحت ظلم بودند زنده کنند. در نبردی سرنوشت‌ساز فریدون و یارانش ضحاک را شکست دادند و به فرمان سروش او را زنده در دل کوه دماوند به زنجیر کشیدند تا شر و تاریکی تا پایان روزگار در بند بماند و دیگر مجال برخاستن نیابد. پس از پیروزی بزرگ بر ضحاک، فریدون از شهر آمل به سوی پایتخت تازه‌اش تمیشه رهسپار شد. فردوسی در شاهنامه میگوید از آمل گذر سوی تمیشه کرد، نشست اندر آن نامور بیشه کرد. تمیشه که در دل جنگل‌های سرسبز و زیبا جای داشت، محل استقرار و قدرتگیری فریدون شد. در اینجا مادر مهربانش فرانک و دو دختر اسطوره‌ای جمشید شهرناز و ارنواز به او پیوستند تا در این جشن با شکوه تاجگذاری شرکت کنند. شهرناز و ارنواز پس از نجات از اسارت ضحاک با آبی پاک و مقدس تطهیر شدند. این شستشو نمادی از زدوده شدن پلیدی و بازگشت روشنایی و پاکی به خاک و آب ایران بود. فرانک مادر فریدون که سالها فرزندش را در خفا و پنهان پرورده بود، با نیایش و پاکسازی روح خود به نمادی از مهر مادری و نگهبانی آینده ایران زمین تبدیل گشت. تاجگذاری فریدون در مهر ماه برگزار شد و این روز به مناسبت تاجگذاری او در تمیشه مهرگان نام گرفت، روزی که نور بر تاریکی پیروز شد. از آن روز به بعد مردم ایران هر سال این روز رو جشن میگیرند. سفره شبیه 7 سین میندازند، به میزبانی بانوان ایرانی دور هم جمع شد و با دلهایی پر از مهر این روز بزرگ رو جشن میگیرند. تمیشه این شهر کهن و رازآلود در دل گرگان زمین به پایتخت و نماد پیروزی روشنایی بر تاریکی تبدیل شد. اهمیتش فقط به خاطر یک ماجرای تاریخی نبود. تمیشه از خیلی وقت پیش تو دل افسانه ها و قصه های کهن جا خوش کرده. شهری که بوی مهر میداد و یاد روزهای طلایی را زنده میکرد. ابن اسفندیار تاریخنگار ایرانی حدود 800 سال پیش آخرین کسی بود که از ویرانه های تمیشه دیدن کرد و آن را در نوشته هایش ثبت کرد. پس از حمله اعراب و ویرانی های مغول، این شهر برای همیشه از میان رفت. تمیشه که زمانی مهد شکوه و امید بود، امروز نماد شهری شهید و رازآلود در تاریخ ایران است.